نخل خودش گردافشانی نکن. ما باید با دست خود از این ببریم به اون. اگه براتون سوال بوده که نخل‌ها چجوری بارور میشن و یا میخوایم بدونید که چه تنوعی از نخل و رطب داریم، تو این ویدیو آقای دیرستانی که تو حیاط خونشون چندین نوع نخل پرورش دادن در مورد این پروسه توضیح میدن. از دیما که بود شروع بود. کلا قدر میاد. این نرن این مادر. این از خودش با خودش اصلا گردافشانی نمیشه. فقط ما با دست خود از این میبریم ارزیم به اون. محل حیدی، منگناز، خلاص، مسلا، مستوی، سلونی، المهتری، فرحی، زهرای، مرزبان، سمران، منگناز. و این تنها بخشی از تنوع رطبیه که در جنوب وجود داره. برای شنیدن قصه های خاص جنوب از زبون بومی ها این پیج رو فالو کن.